خب دوستان، ما میخوایم چند دقیقه با غزل که لطف کردن دعوت من قبول کردن که یک کوچولو یک شما یک دموی از ما هفت چین رو به شما نشون بدیم که چه اتفاقی میفته وقتی میگیم هفت چین. این گفتگوی هفت چینی چه شکلیه. خب غزل جان مرسی ازت. میخوام ازم بگی که ما الان میخوایم قسمت شنیدن رو تجربه کنیم. خب من میخوام بهت بگم که الان اگر دستتو بذاری رو قلبت و از قلبت سوال بکنی چه چیزهایی، چه احساسی رو میخوای که در زندگی تجربه کنی؟ چه چیزی قلبتو بهت میگه؟ یکم جلوتر که ببینن. من دلم میخواد که احساس مفید بودن، احساس قدرت بله. و احساس شادابی رو تجربه کنم، چیزایی که الان توی زندگیم خیلی کم رنگ شده و کمبودش رو احساس میکنم. پس قلب غزل داره میگه احساس مفید بودن، شادابی و قدرت رو میخواد تجربه کنه، چیزی که کمبودش رو داره الان احساس میکنه. خیلی ممنون. میشه بگی پس دلیل این که الان اینا رو میخوای انتخاب کنی اینه که اینا رو داری کمتر احساس میکنی؟ بله. تو زندگیت. خب اگر همین الان چه اتفاقی در زندگی تو بیفته، چی بشه تو این احساس قدرت، شادابی و مفید بودن رو تجربه میکنی؟ این که برم سر کار و اتفاقی که میفته اینه که من هر روز میرم با یه سری چالش‌های جدید مواجه میشم، یه سری چیزای جدید یاد میگیرم، بعضی از چالش‌ها رو حل میکنم، با آدما ارتباط برقرار میکنم و حرف میزنم با آدمای مختلف و پول در میارم. عالی، زنده باد. ببین الان ما رفتیم سراغ شفافیت، بریم ببینیم پشت این احساسایی که غزل دنبالشه چیه. پس غزل میگه کار کردن انگار منو به این احساسا میرسونه. چرا کار کردن؟ به خاطر اینکه کلا کار کردن همیشه نقطه خیلی مهمی توی زندگی من بوده. یعنی من خیلی جاها خودم رو با سمت شغلی که داشتم معرفی کردم یا تعریف کردم و این پروسه کار کردن همیشه به من احساس قدرت رو داده. من زندگیم همیشه یه نظم خیلی بهتری داشته به نسبت این تایمی که کار نمی‌کردم و مدام در ارتباط با آدم‌ها بودم، مدام چالش داشتم و اینه دقیقاً چیزایی که میگم الان کمبودش رو دارم دقیقاً احساس میکنم به خاطر وجود نداشتن اون سورسه که کار کردم. عالی، ما الان رسیدیم یکم شفاف شدیم. پس کار کردن، ارتباط با آدما، داشتن یک روتین، یه نظمی در زندگی، پول در آوردن و کار کردن، فعالیت، اینا همه مجموعی از فعالیتاییه که توش قدرت و شادابی و مفید بودن رو براش میاره. عالی. خب الان ما میخوام بریم قسمت این که الان چه چیزیه که داره تو رو نگه میداره و انگار مانعیه که تو این کار رو داشته باشی. ترسی وجود داره؟ ترسایی اصلا تو میبینی این وسط؟ چرا نگرانی هایی دارم. نگرانی دارم به دلیل اینکه من تازه اومدم کانادا و خیلی از آدمای دورم همش به من گفتن که تو تجربه کار کانادایی نداری و ما تو رو استخدامت نمی‌کنن، تو رو قبولت نمی‌کنن و این خیلی به من استرس میده، در حالی که من واقعا تجربه کاری دارم و من همش به من میگن تو باید از مثلا صفر شروع کنی یا از پایین‌تر شروع کنی که اوکی باشه از پایین‌تر شروع می‌کنم، ولی این همش دل منو میلرزونه که من میخوام یه رزومه بفرستم، میگم خب یعنی من خوبم مثلا واسه این پوزیشن، مثلا یعنی واقعا من قبول میکنن یا قراره همینجوری هی ریجکت شم تا ابد. پس یه ترسی از آینده داری که من الان نکنه که پس من چون سابقه کار کانادایی ندارم یا خیلی دارن از بیرون به من میگن که ببین خب تو از پایین‌تر باید شروع بکنی، خب این خیلی طبیعیه، تو تجربه نداری، بعد میگی که من الان باید چه رزومه بفرستم، بعد نکنه الان من تا کی بعد این رزومه رو بفرستم، تا کی بعد منتظر باشم، اگر اون روز نرسه و من اون کارو نداشته باشم پس من خیلی دیگه این کمبود بیشتر احساس میکنم، کمبود قدرت و آرامش و شادابی و مفید بودن و این ترسه میاد نکنه من نتونم. و این ترسایی که ما هممون داریم، ما تمرکزمون به سمت
آینده‌ای که دوست نداریم و همش به این فکر می‌کنیم نکنه این اتفاق بیفته. ما در کوچینگ کمک می‌کنیم تمرکز شما بره از آینده نامطلوب و دردناک و ترسناک بره به سمت آینده جذاب. این کلمه کلیدی که فکر کنم تو ذهن خیلیامون هست، اگه نشه. دقیقاً. حالا من سوالم اینه که چه اتفاقی میتونه کمک بکنه که تو انگار که احساس بکنی شدنش رو احتمالش رو بیشتر بکنه برات؟ من تنها راه حلی که به ذهنم رسید اینه که به این موضوع فکر نکنم که اگه نشه چی میشه. آفرین. پس همین. اگه به این موضوع فکر نکنی که اگه نشه چی میشه، به چی فکر میکنی پس اون موقع بجاش؟ این که من باید این مسیر رو طی بکنم و بالاخره میشه. بالاخره میشه. بعد داری میگی پس من این مسیر رو باید طی بکنم و بالاخره میشه. درسته؟ عالی. چه چیزی در واقع میتونه این ترسناک بودنش رو کمتر بکنه؟ پس یکیش اینه که تو بهش فکر نکنی و به این فکر کنی که این احتمال میفته. فکر کنم اون شارژ قسمت هفشین دقیقاً کلیدیه که اینجا به من میتونه کمک بکنه. اینه که هی خودم رو پوش بکنم، چون به هر حال آدم‌ها ناامید میشن وقتی نمیشنون، من ناامید میشم وقتی نمیشنوم، من ناامید میشم وقتی نمیتونم خیلی سریع یا اونقدری که اون پوزیشنی که میخواستم رو پیدا بکنم یا هر چیزی. ولی اگه که خودم شارژ بکنم میگم که اوکی، خب این قراره این اتفاق بیفته، همم قرار نیست از من خوششون بیاد، همم قرار نیست تو شرکتشون به آدمی مثل من احتیاج داشته باشن. به هر حال من میتونم اونی که به آدمی مثل من احتیاج داره رو پیدا بکنم و برم سر کار. زنده باد. عالی. آفرین. همین که الان داری میگی انگار احساس بهتری رو داری تجربه میکنی. بله. عالی شد. و همین اتفاقا می‌خواستم با چک کنم که از بین آدمای زیادی که مهاجرت کردن مثل تو و اینجوری شروع کردن، چند درصدشون کارو گرفتن و چند درصدشون هیچ وقت نتونستن کارو بگیرن؟ فکر کنم هر کسی که من دورم شنیدم کارو گرفته. پس هر کسی که اومده اینجا تونسته این کارو بگیره. و معمولا چقدر طول کشیده؟ بین 2 تا 6 ماه بین آدمایی که شنیدم. عالی. پس بین 2 تا 6 ماه آدما تونستن اون کارو بگیرن. و تو 2 تا 6 ماه دیگه احساس قدرت، شادابی بیشتر، مفید بودن رو خواهی داشت. حالا پس تو 2 تا 6 ماه، اون آدمایی که انگار 2 ماهه تونستن این اتفاق رو رقم بزنن، چه فرقی با آدمایی که 6 ماهه تونستن بگیرن داشتن؟ نمیدونم، شاید شانس، میتونم بگم شانس هم داشتن، به آدم درست خوردن، به آدم درست خوردن، آدم درستش رو پیدا کردن. نمیتونم بگم بیشتر تلاش کردن، چون احتمالاً اونایی هم که 6 ماه طول کشیده حتما اونا هم تلاش کردن. عالی. پس تلاشه به اندازه بوده، ولی انگار اونا آدم‌های درست خودشون رو پیدا کردن. یه جای دیگه تو چند دقیقه پیش دوباره گفتی که من باید برم، خیلی از آدم‌ها شاید منو نخوان ولی خیلی از آدم‌های دیگه منو میخوان، من باید برم اونا رو پیدا بکنم. کجان؟ آها، کجان؟ حالا ما رفتیم سراغ شیرجه. مهمترین اقدامی که انگار الان داره برای غزل اتفاق میتونه بیفته اینه که پیدا بکنه اونا رو. کجان اون آدمایی که آدم درستشن، آدمایی که آدم مثل غزل رو نیاز دارن، حتی یک سابقه کار کانادایی نداره، بره اونا رو پیدا بکنه. الان انگار تمام سوال من اینه که این آدما رو من چجوری میتونم پیداشون کنم. بله. و اقدام من اینه. درسته؟ بله. شیرجه غزل اینه. و این شیرجه رو چجوری میخوای بزنی؟ باید بگم؟ اگه دوست نداری نگو. پس نه، الان کسایی که توی اینه. دوره بیان میگم. برای ریپورتشو میدم بهت. عالی. پس الان شیرجه تو مشخص شده و برای اینکه بتونی همینا رو بیشتر بری بزنی، اقدامات بیشتری انجام بدی، چی تو رو دقیقاً گفتی دیگه چند دقیقه پیشم، شارژر تو چیه؟ چی تو این مسیر شارژ میکنه که ادامه بدی بری و ذهن تو تمرکز به جای اون ترسه جای دیگه ای ببری که میشه، بالاخره میشه. بله. اون دکمه رو خاموش کنم. خب و به کارهایی که باید انجام بدم برای به دست آوردن کار مداوم این کارا رو انجام بدم بدون فکر کردن به نتیجه. من این کار انجام میدم، بالاخره با آدم‌ها آشنا میشم، آدم‌ها رو میبینم، رزومه‌مو میفرستم یه جا بالاخره. عالی. پس الان دکمه رو باید خاموش کنی. اولین قدمی چجوری خاموش میکنی؟ نمیدونم، فقط میتونم بهش فکر نکنم. میتونی بهش فکر نکنی؟ آره میتونم.
بخوام میتونم، ولی نمیدونم چرا تا الان نخواسته بودم. آها الان بخوای چی میشه که بخوای؟ یعنی چجوری میشه پس؟ انگار که باید هر روز بخوایش اینو. آره باید هر روز بخوامش. چی میشه که هر روز بخوایش؟ من فکر میکنم اگه به روی هدفم تمرکز کنم آها. که به دست آوردن کاره، باریکلا. خب پس این سختی‌ها و صبر و تحملام برام راحت‌تر میگذره. آها پس تو اگه تمرکز رو ببری رو اون هدف نهاییت آره. که میشه حتما، اون موقعی که برات این تحمل این مسیر برات راحت‌تر میشه آره. و سختی‌هاش کمتر میشه. زنده باد. حالا به هم بگو که ما میریم سراغ شین ششم. اگه چه قدمی اتفاق بیفته تو بابتش موقع حاضری یه جشنی بگیری، قدردانی کنی از خودت بابت زحماتی که داری میکشی. یه لیستی دارم از کارهایی که باید انجام بدم توی این مسیر. تیک خوردن هر کدوم از اونا اون شادیه رو به من میده. زنده بود. چون هر کدومشون خیلی زمان بره، یعنی یه کار 5 دقیقه نیست، چندین ساعت طول میکشه. ولی چرا تیک خوردن اونا به من شادیه رو میده. خیلی عالی. پس چند تا کار داره توی لیستی نوشته که اگه اینا رو تیک بزنه هر تیکی اون شادی رو برات میاره. بله. و احساس انگار اون چه احساسی برات میاره؟ از تیکه مثلا چیکار میکنی؟ چی داره به تو میگه؟ انجامش دادم. زنده باد. آره. چی کمکت میکنه که تو بری این تیکشو بزنی، انجامش بدی؟ چون تو حالا انجام ندادی انگار یه بخشیشو. شل انجام دادم. سفت‌تر انجام بدی؟ آره. منظم‌تر. چی باعث میشه منظم‌تر و سفت‌تر انجام بدی؟ تقلب میتونی برسونی؟ یعنی چی الان به تو کمک میکنه که تو یه جا به من گفتی که من اگه به هدفم فکر کنم آره. راحت‌تر میشه. الانم تمرکز رو هدفم. آره. تمرکز رو هدف من. پس من اولین قدم اینه که اول به هدفم فکر کنم، انرژیم بره بالا. پس من این برام راحت‌تر میشه، حالا ذهنم آماده‌تره، برم تیکشو بزنم. بشینم هدفمو تصور کنمش. آفرین. تصویر سازی کنم. تصویر سازی هدف من. آره. دیدن. میگن you can be what you can see. اگه بتونی ببینیش انرژیت میره بالا. کاری که ما تو هفشین انجام میدیم. بله. چقدر سطح انرژیت میره بالا؟ خیلی. آفرین. پس اگه هر روز ما اینو ببینیمش، یه تکنیکی هست، ما یه کاری انجام میدیم دستمون رو میبریم. خیلی ساده است ولی این داره به ما همینو میگه. اگر ببینیش اون موقع تو به جای اینکه شل انجام بدی سفت‌تر انجام میدی. آره. قبوله؟ دقیقاً همینه. ما تو هفشین این کارو میکنیم، کمک میکنیم آدم ما قوی‌تر، محکم‌تر شیرجه بزنن به معنی واقعی. چرا؟ برای اینکه میتونن ببینن. وقتی میبینن سطح انرژی میره بالا، باورش میکنن. میگیم asking, believing, receiving. درخواست کن، باور کن، دریافت کن. اگه درخواست کنی، همه ما درخواست میکنیم، من خیلی پول میخوام، من خیلی چیزا میخوام، اما باور نداریم که بهش برسیم، به همین خاطر دریافت نمیکنیم. پس تو الان باید ببینیش. عالی شد. حالا پس میرسیم سراغ شخصیت جذاب و دوست داشتنی که داره. شخصیت جذاب و دوست داشتنی همونه شخصیتی که کلی مفیده، کلی منظمه، روتین داره هی تیک میزنه و کیف میکنه، داره نزدیک میشه و احساس قدرت میکنه، احساس شادابی میکنه، احساس مفید بودن میکنه. دقیقاً. درسته؟ این شخصیت رو میخواد و از مسیر کاریه که میخواد و همین که ببینی داری نزدیک میشی انگار سریعتر هم بهش میرسی. آره موافقم. وقتی که قدم برمیداری و میبینی یه قدم نزدیکتر شدی، باعث میشه بخوای بیشتر نزدیک بشی. آفرین. میکشونتت انگار. یعنی که قدم برداشتن میکشونتت. دقیقاً. هول دادن فایده نداره دوستان. بعد بکشه اون هدف ما رو به سمت خودش. جذاب باشه. جذاب شدنش برای غزل اینه که من یه قدم که میرم میبینم اون طرفش نزدیکتر میشم، 2 تا قدم برمیدارم، دفعه بعد 4 تا قدم برمیدارم و میرم جلوی و میبینم دارم میدوام، دارم پرواز میکنم. و این اون چیزیه که ما رو به وجد میاره و همینه. بعد اون موقع فکر قشنگ، احساس خوب، انتخاب درست، اقدام قدرتمند، نتایج بهتر و در نهایت اون موقع تبدیل میشی به چیزی که میخوای و کیف میکنی. و چرا که نه؟ آره چرا که نه. شرکت میکنی در هفشین؟ بله. من حضور پررنگی دارم توی هفشین.
زنده باد. عالی. الان همین چند دقیقه که حدوداً 15 دقیقه شد، چه احساسی داری نسبت به اولش؟ داشتم فکر می‌کردم که من چرا به ذهن خودم زودتر نرسیده بود که این کارو بکنم. فهمیدم که کوچ نداشتم. مرسی ازت. مرسی امیدوارم ازت. که شما هم که دیدین نو برای شما هم بتونه تاثیر خوبی داشته باشه و همین مسیر رو طی کنید. این یه دمو خیلی کوچیکی بود که ما در هفتچین در دوره یه روزه‌ای که داریم و بعد چند ساعته‌ای که هفته بعدش داریم و بعد لیزر کوچینگ هایی که با هم دیگه داریم. اینم دقیقاً 15 دقیقه بود. لیزر کوچینگی که ما می‌خوایم انجام بدیم یه همچین اتفاقی رو رقم می‌زنیم براتون. به امید دیدار تک تک شما، پر از عشق، کیف کنیم با هم دیگه که زندگی با در کنار هم بودن و کمک کردن به هم دیگه خیلی جذاب‌تره، خیلی شیرین‌تره، خیلی عالی‌تره. مرسی. می‌بینیمتون.